سوال دیگری که از ما پرسیدن، گفتن بسیاری همین جوان ها، خواهرای ما باشه، خواه دادرای ما باشه، پیش از همخوابه شیدن دعای همخوابگی را نمیدونن. آیا همین ها را مقصد یک شما تعلیم میدادین؟ حمد به حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از اختیار شده را از داروخانه شفافرما رو توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرای ژنسکی здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیس الهندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمای رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. در ذهنتان بگیرین دعایی که از پیامبر ما ثابت شده است برای کسایی که همخوابگی میکنن و خلاص گوییم که مقصدشون آوردن فرزنده، پیامبر تعلیم داده است که پیش از همخوابگی اولا بسم الله بگین. بسم الله. اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یک بار دیگر میگم بسم الله. اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. معنوش چیه؟ شما میتونید که اگر با عربی هم بگیم گفتن نتانین، با تاجیکی هم میتونید بگیم بسم الله. بسم الله شما میتونیم با عربی هم بگیم، میتونیم با تاجیکی هم. به نام الله. اللهم جنبنا الشیطان. الله مهربان، شیطان را از بین ما دور بگردان. یکم داشت. دو و جنب الشیطان ما رزقتنا. الله مهربان، از حاصلی که همین جمشوی ما هست که حاصلش باید فرزند شود، خدایا فرزند ما را هم از شر همین شیطان نگه بدار. اگر همین دعا را شما کنین، انشاءالله از خدای مهربان امید است که دعای شما را الله مهربان اگر قبول کند، این فرزند صالح به دنیا میاد. لیکن من مصلحت دیگرم در این بین دادنیم. حضرت امام احمد حنبل وقتی بچه‌ش زن میداد، گفت بچه جان، هرگاهی که اگر با زنت خواهش خانه‌داری کردی، آیا دوست می‌داری که زنت خودش زینت بخشه؟ مقصد پیش از همخوابگی موافق قاعده دینمون باید زن و مرد آبازی کنن. از دیدین که مرد اول با زن همخوابه میشون و بعد آبازی میکنن. بعدش هم در کاره، بعدش هم واجبه. یعنی بعد همخوابگی وقتی که با زن آدم در حالت جنابت قرار میگیرن، بعد غسل میکنین. لیکن پیش از خانه‌داری هم باید زنم آبازی کنن، مردک هم آبازی کنن، یعنی بدنهاشون تازه کنن. بینین، بعد از آن خوشبویی کنن. زن خودش مقصد همون زیب زینت بته و
با مردکش مقصد همخوابگی کنن. وقتی که همون همخوابگی که با چی قدر بگیم خواهشات، با چی قدر ذوق، با چی قدر شوق وقتی که انجام می‌یابد، حتی در فرزند سالم آمدن هم تأثیر داشته. امام احمد حنبل بچه‌ش گفت تو میخوای که وقتی با زنت خانه داری کنی زنت خودش زیبا کنه؟ گفت بله. گفت بدان که همون زنم میخواه که مردک پیش از همخوابگی خودش هم او هم تازه و آلفته کنه. یعنی معنا چیه؟ معنا همین است که قرآن میگه اکملت لکم دینکم. خدای مهربان ببین یک دینی را برای ما روان کرده است که تا همخوابگی مانه برای ما مصلحت میده. این امروز برادرای عزیز اگه چشم بسیاری جوانای ما کشاده شدن میبینن که دنیای بگیم غرب، دنیایی که در اونها مردمی که بگیم مسلمان نیستن، اونها پیش از همخوابگیشون رفته گفتی خودشون ونه میگیرن، یعنی آبازی میکنن، تازه میشوان، بدنها را خوشبویی میکنن و میآیند بعدا با یکدیگر همخوابه میشوند. همین چیز برادرای عزیز و خواهرای عزیز از اسلام ما هست، از دین خود ما هست. برای همین منم مصلحت میتونم برای تمام دادرها و خواهرها شما در اول شما غسل کنین، آبازی کنین، خوشبویی کنین. زنها خداشون جمال تین مثل زیبا کنن، مردها هم باید آبازی کنن، خوشبویی کنن. گویم همون برای همخوابشیدنش چگونه لباسی که دارد لباسش در بر میکند و پیش از همخوابشیدن بعد آنی که شما آبازی کردین بیاین در رکعت نماز خوانین. این فرق ما از اون مردم به این است که ما در رکعت نماز خوانیم، در رکعت نمازامون خوانیم و از الله مهربان دعا کنیم که خدای مهربان مادامی که حاضر ما یک جا میشیم از همین حاصل همین جمع شدن ما یک فرزندی را به دنیا بیاری که نور چشم ما در دنیا و در آخرت باشد. ولی همین پدر امام ابو حنیفه را نعمان ابن ثابت میگه حکایه میکنن که پیش از همخوابشیدنش میگه به خانومش مصلحتشون همین بود. گرفتن در رکعت نماز خواندن، دعا کردن و گوییم یک جایه شدن. حضرت امام ابو حنیفه یعنی حضرت نام اصلش نعمانه، پدرشون ثابت بود. همون ثابت گوییم چیکار کرد؟ پیش از همخوابگی به خانومش که بعضی ها میگن مادر ابو حنیفه فاطمه نام داشت، میگه دعا کردن و همخوابه شدن، آمد حضرت امام ابو حنیفه به دنیا. برای همین در آمدن فرزند سالم و صالح همین کارها را ما باید انجام دهیم. این دعا شد، دعایی که من برای شما خواندم. انشاءالله این بهترین است که اگر شما با این راه اگر همخوابه شوین برای آینده شما هم بسیار خیری خوب داره. سوال دیگر دادن، گفتن که یا فتا یا ذوالفقار هر بلا و هر قضای پیش آید دور کنی پروردگار، آیا درست است همین؟ این درست نیست. الله رحمت کنه اون کلانترهای ما را پیشتر دعاهاشون همین بود.
میگفتن بچه‌ام به سفر میبروی، سفرت بی خطرون، خوجه خیزر، بعضیش میگفتن در تار سر، بعضیش میگفتن خوجه خیزر رهبر. یا اینکه یا فتا یا ذوالفقار، هر بلا و هر قضای پیش آید دور کنی پروردگار. اینها برادرای عزیز نادرستند. اولا دعایی که از پیامبر ما اگه دعاهای سفر بسیاره. یکی از اونها رو من بگم: استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک. ببینید یکی از دعاهایی که حضرت میکرد: استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک. دعا میکردن ببین که این سفر از زمره سفرهایی باشد که دین تو حفظ شود، اسلام تو مقصد حفظ شود و الله مهربان مقصد خاتمت به خیر کنه، سفر تا مبارک گرداند. دعا میکردن، این خیلی دعا میکردن. یعنی در اینجا خوجه خیز را بالای سر یا رهبر گذاشتن در کار نیست. و دیگر لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا گفته است که انا مقصد امین یا فتا یا ذوالفقار. آیا اینها درستن نادرستن؟ اینها را ما در حالت دعا کردن باید نگذاریم، زیرا گپ در اینجا وقتی می رود لا فتا الا علی، گویا که جبرائیل در جنگ احد، بعضیاش میگن نه در حرب خندق، میگن که گویا جبرائیل ای آسمان همین سخن گفته باشد که نیست مرد مگر علی مرد است. ببین هیچ کارد یا هیچ شمشیر نیست مگر شمشیر ذوالفقار است، همون شمشیری که دو دم داشت، شمشیرهای دو دمه میگفتن، همون در دست حضرت علی بود. گویا هیچ کارد نیست مگر این که مقصد کارد حضرت علی کارد است. این گپا یگان اصل نداره، هیچ اصلی نداره. حضرت سعد ابن ابی وقاص در جنگ احد میگه سخنی را که از پیغمبر شنیدم برای من بهای دنیا و آخرت بود، که گفت پدر و مادرت من فدات کردم. ببین یعنی وقتی که میدید حضرت سعد تیر میانداخت چی گفت؟ گفت که تیر بیانداز ای سعد، پدر و مادرم فدای تو باد. برای همین یعنی در بسیاری از غزوه ها اصحاب پیغمبر همشون سپر کردگی بودن جانهاشون برای پیغمبر و برای دین الله. اینجا در ما اگر چند حضرت علی را دوست بگی، یک حدیثی هست که تمام محدثین میگن که اینها را همون رافضی های کذاب ساختگیان، یعنی اهل تشیع برادر از این حدیث ساختن که گویا که مقصد از زبان جبرائیل، گویا که از زبان پیامبر صدا داده باشد که هیچ مرد مقصد مثل علی مرد نیست، یا هیچ شمشیر بجز شمشیر علی شمشیر نیست. اینا یگان اصلی ندارن. اگر این سخنها را جبرائیل میگفت، اگر این سخنها را پیامبر میگفت، چرا بعد مثال وفات پیامبر مردم مقصد ابوبکر صدیق انتخاب کردند؟ چرا بعد او عمر انتخاب کردند؟ چرا بعد او عثمان انتخاب کردند؟ اگر این سخنها جای می داشت، بعد پیامبر مقصد در حال در همون گویم خلافت حضرت علی می نشست، زیرا که این سخنی است که از آسمان صدا داده است. برای این چیزهای ساختن. هیچ وقت این حدیث ها را حتی جلال الدین سیوطی هم، حتی امام علی قاری، مولا علی قاری میگیم در موضوعاتش، ابن عدی، همه اینها این حدیث موضوع گفتن. یعنی این را مقصد
تکذیبش کردن، اینا دروغ هم گفتن. برای این حدیث هم نیست که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا بگیم یا فتا یا علی یا فتا یا ذوالفقار، هر بلا و هر قضا یا شرک میشوند. برادر عزیز، اینا را ما در دعاهامون باید نه هرگاه دست برداشتی میگه در آیت‌های قرآن بینین دائم الله مهربان ما را همیشه در دعاش فقط و فقط ما باید که به الله مراجعت کنیم. الله مهربان مقصد سفر همین نفر نیک گردان، سفرش خوب گردان. الله مهربان سفری باشد که در این سفر این بنده تو معصیت نکنه، یک سفری باشد که از تمام همون گوییم که امانت هایی که بر ذمه‌اش است، از تمام اعمال هایی که بر ذمه‌اش است، از عهده اونها برآمده تواند. الله مهربان از جمیع ضررهای زمینی و آسمانی، یعنی فقط به الله مراجعت میکنیم، انشاءالله بعد این موافق با تعلیمات دین ما میشود.